ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. الله عزت داره، رسولش عزت داره، مؤمن عزت داره. علمای اسلام با عزت ترین انسان ها. چطور که ما گرفتیم 52% از کمیته دین و وزارت حکومت همین به مذهبا گرفتگیان. این همین سویلگه ها و پیشامی و چیل ما انکار حکومت تنظیم نموش کرد. این همین عقیده همین سلفی وهابی هست. برای این 50-60 باید حکومت وهابی شید و درونش جوب کرد. یک آدم چش حق باشه قانون کنه و مسئله در 70-80 بمره و یک بزی سویلگه را حق نکنه. این چی مذهب دینه؟ تو باز در روز قیامت، من خب والا برشان میگم و صدای من خود مشنوه، تو باز در روز قیامت در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم داد میشی و میگی که یا رسول الله من در مسند تو شیشته بودم. رسول الله میگه تو در مسند گدایگرا شیشته بودی، نام مرا بد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. الله عزت داره، رسولش عزت داره، مؤمن عزت داره. علمای اسلام با عزت ترین انسان ها. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مفسرین میگن که اولی الامر علما هستند. در پولوی نام الله و نام رسولش نام تو عالم است. در مسند رسول الله شیشتی. رسول الله صدقه را نمیخورد. در دار نوازش یک خرما را حضرت حسن گرفت در دان خود انداخت. رسول الله کلک خود در دانش داخل کرد و گفت که کخن یا صدقه نمیشه. در نوازه خود اجازه نداره. تو چطور کنی؟ خیر سال بخو، حالا شکم تصویر کن، عالم اسلام منبع بساز، حال پیسه یتیم، پیسه فقیر، پیسه که باید دار ایتام جوش و ایره در شوجمگی و چلو اسقاط و خیرات مشروعیت بده و یتیم در روی سرک افتاده و اون انگلیس میایه نصرانی میسید. والله در روز قیامت جواب، والله در روز قیامت جواب.